به یهود و نصارا مخالفت کنید گفتن. این در صحیح ابن حبان است، حدیثی صحیح است. به یهود و نصرانی ها مخالفت کنید. حتی وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدند، اهل مدینه روز عاشورا روزه می گرفتند، روز 10 محرم، و اونجا یهودا زندگی میکردن. یهودان مدینه بودن. اونها با امیدی که فرزندان آنها پیغمبر شود گفته آمده نامهاش محمد مانده، منتظری بر آمدن محمد بودن که ناگاه پیغمبر آخر الزمان نه از یهودها بلکه از عربها برآمد. اصلا از زمان حضرت اسحاق پسر ابراهیم تا زمان عیسی علیه السلام همه پیغمبرها از فرزندان اسحاق بود. بنابراین آنها امید داشتن که این پیغمبری آخر الزمان هم از نسل آنها میشد، یهودی میشد. و با همین امید به مدینه کوچ بسته بودن. در مدینه چند قبیله های یهودی ها آمده بودن، از جمله بنی قریظه. اینا از علم با خبر بودن، یعنی یهودها. الله تعالی حتی در قرآن که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنها حضرت محمد را میشناسن چه خیلی که پسرهای خود را میشناسن. چه خیلی میشناسن، از وصفش در کتاباشون ذکر شده است. یکی از وصفهای پیامبر صلی الله علیه و آله از جای خرمزار میبراید. یعنی از جای خرمزار پیغمبر میشد، نه، ظهور میکنه، نامش به عالم میبراید. در مکه نامشون اون اطراف ها میدونید خلاص، لیکن وقتی مدینه آمدند بعد نامشون به تمام دنیا اعلان شد، از همونجا پهن شد نامشون. بنابراین آنها آمده در مدینه زندگی میکردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدن، آنها رو در حالتی روزه یافتن، روز عاشورا. گفتن که این چی روزی که شما روزه میدارید؟ گفتن که امروز روزی که الله تعالی موسی رو نجات داد و فرعون رو غرق کرد. فرعون سالهای دراز اسرائیلی ها رو عذاب میداد. فرعون مصری، اسرائیلی ها یعنی از کنعان، از اسرائیلی حاضره، فلسطین، همین جاها، اینا رو عذاب میداد. و بالاخره الله تعالی او را غرق کرد و پیروانش هم غرق شد. اینا نجات یافتن در روز عاشورا. فصامه موسی شکرا، موسی برای شکرانه همین نعمت الله تعالی روزه می داشت. و نحن نصومه، ما به همین خاطر همچون پیروی به موسی روزه می داریم، گفتن یهودا. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت نحن احق بموسی منکم، ما به موسی از شما دیده نزدیکتر هستیم. گفتند و روزه داشتن، خودشون هم روزه داشتن، صحابه ها رو هم امر کردن که روزه دارن و ثواب هم اعلان کردن که کسی یک روز عاشورا روزه دارد یعنی 1 سال گناهش بخشیده میشد. لیکن سال 9 هجری بود، پیش از وفاتشون 1 سال پیش، گفتن که لئن عشت لاصومن التاسع، اگر سال آینده زنده باشم روز 9 هم روزه میدارم. مخالفتا لاهل الکتاب، همچون مخالفت به اهل کتاب، چون که یهود روزه میداشت روز 10، نصرانی های هم روزه میداشت همچون پیروی به یهود، حتی مشرکای عرب هم روزه میداشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم که سال آینده زنده باشم روز 9 هم روزه میدارم، همچون مخالفت به اهل کتاب. یعنی اونها که حتی در عبادت هم موافقت نکنیم. بله، در عبادتی که شریعتی آنها هم اقرار کرده است، شریعتی ما هم اقرار کرده است، حتی در همین عبادت هم مثل آنها نباشیم. بنابراین روز 9 و 10 داریتان گفتن.